کمپانی ژاپنی کیونوت که در حوزه طراحی وب و اپلیکیشن فعالیت میکنه از سال 2004 به بعد یه اقدام جالبی انجام داده. 10 تا گربه رو به استخدام خودش درآورده. هر کدوم از این گربه ها اسم واقعی و صندلی مجزای خودشونو دارن. در کنار کارمندها کار میکنن. اما شغل اونا چیه؟ مدیرای این شرکت میگن اصلا عنوان شغلی اینا اهمیتی نداره. مهم اینه از زمانی که ما این گربه ها رو استخدام کردیم کارمندهای ما شادترن، استرسشون کمتره، پیوند عاطفی بین اونها قوی‌تر شده و نرخ خروج از سازمانمون کاهش پیدا کرده. این گربه ها کارمندهای ما رو مجبور میکنن که هر روز ساعتهایی رو استراحت بکنن. اما چطور این اتفاق میفته؟ پژوهش‌های زیادی نشون داده افرادی که با حیوانات خانگی سر و کار دارند سطح هورمون کورتیزولشون پایین‌تره، پس استرسشون کمتره. از طرفی سطح اکسیتوسین خونشون بالاتره، پس آدم‌های آرومتری هستند و رفتارهای اجتماعی پخته‌تری رو از خودشون نشون میدن.